فضای آموزشی خوبی داره، در حقیقت شکل مدرسه داره، برخلاف حالا مدرسه‌های غیر. اما تفاوتی که میتونم بگم که این مدرسه با مدارس دیگه بحث پرورش استعدادهای دانش آموزانی. از وقتی که اومدن این مدرسه ثبت نام کرد خیلی اجتماعی بار اومده، ارتباط با جمع و ارتباط با بیرون خیلی راحت‌تر الان با کادر مدرسه ارتباط دوستانه داره، اعتماد به نفس خوبی پیدا کرده نسبت به قبل. چیزی که در اولویت هستش آرامش روحی بچه هاست، امنیت عاطفی هستش. اون امنیت عاطفی، امنیت روانی و آسایشی بود که من احساس کردم میتونم بچه‌مو اینجا به آسانی بسپارم به دست اینا. وقتی که ما به این مدرسه اومدیم، محیط مدرسه رو دیدیم، دقیقاً با افکاری که داشتیم خیلی خوب مچ میشد. محیط مدرسه بزرگ بود، پر از آرامش بود. اینجا خیلی منظم، همه حواسشون هست. یعنی فرض کنین 1 ساعت اول مثلا بچه نمیره، فوری همون ساعت 9 پیام میاد به ما که بچه‌تون 1 ساعت دیر اومد یا نیومد، اصلا این روز غایب بود. فضاهای آموزشی خیلی خوبی داره، اون حس آموزش و انگیزه رو در بچه‌ها بیدار میکنه. امکانات خیلی خوبی داره، کارگاه‌های کامپیوتریشون خیلی عالی هستش و مهمتر از همه اینها به نظر من کادر اداری، کادر مدیریتی و کادر آموزشی هستند که بسیار همدل هستند با اولیا و بچه‌ها و خیلی سعی میکنن که همه کاری که انجام میدن در راستای انگیزه دادن بیشتر برای بچه‌ها باشه. حتی تنبیه و تشویق هاشون چارچوب درست و منظمی داره.